چه خیلی خوب از خویش و تباری. بسیار وقت از روز تولد تا مرگ یک خرابت خونی است. در بین خلق خویش و تباری اولین همفکری است. از همه چیز زیبا در این دیده می شود که درد و رازها با آنها گفته می شود. آن کسی که باید صبر و طاقت کرده تواند این خویش و تبار می باشد. نفرانی که از این دور شدند نمی دانند که عاقبت این خودپسندی چی می شود. ینگه حلیمه چی میخوایی؟ چی مثل دوست به خانه میدرویی؟ وای درو شده دیدم حیران شدم. یگون واقعه مادرم شیرینی فرستادند. شیرینی فرستاد است تابه کردنه. درد من از موی سر هم زیاد باید شیرینی میفرستد. در اینجا مانو برآمده رو. تشکر. رو خوش آمدی. خونتان را ریزانده تمام نکنم در مزار نمیگذارم. نمیگذارم. سیده نمیر. سیده واهیمه نکن هارون. سیده نفس نمیکشد. هارون آرام شو. نفس نمیکشد اکی عمر. تمام. سیده خدایا مدد کن. اکی عمر سیده میمیرد. خدا جان چیکار کنه؟ اکی عمر آخرو میمیرد. نجات میدهیم هارون. اکی عمر اکی عمر ماشین را نگاه دارید. اکی عمر ریزی موسیقا کار کنید. شد هارون میفراییم. نمیر سیده ریزی موسیقا. اکی عمر ریزی موسیقا. نفسی سونی میدیم. نمیتوانی سیده. نمیتوانی فهمیدی. چشمت رو کشو سیده. کشو چشمت رو. خدایا کاش که یگون چیزی بد نشده باشد. آخر جواب دهید. چرا جواب نمیدهید؟ نفس کش سیده. نفس کش. التجا میکنم. نفس کش. نفس کش. التماس میکنم. نجات ده اکی عمر. آفرین سیده. نفس کشید. هارون نفس کشید. هارون نفس کشید. زود. خدا. همه شو میشه سیده. کمی طاقت کن. دنیا ایستد. من نمیستم. لعنتی ها. یک بار نه 1000 بار میکشم شما را. نمیستم.
در کجا بودی حمزه؟ با تو گپای مهم دارم. یکدم صبر کن. چی گپ شد؟ با سرما گپ زدم. میدوند. با خدا کی در کجا بودنی سعیده رو میدوند. چی؟ آنها در کجایم؟ با من نگفت. چقدر کوشش کردم نگفت. لیکن تو پدرش هستی. شاید با تو گوید. کمتر سیاست کن. میگوید. رفته مجبور میکنه مکه. خیلی که میگوین کسی که دخترش رو نمیزند زانویش رو میزند. 2 بار داد زنید مثل بلبل با خواندن میدراید. با خواندن میدراید. باز در همی جانو قصاب در غبی شربو. در اینجا مسئله آیلوی رو حل میکنیم. وقت رقص و بازی نیست. رفتیم. کنی بینیم با پدرت هم نمیگویی خانم دکتر؟ علیا و دخترم بچه ها انتظار نان هستن؟ حضور ینگا جون میورم. تابت خیر است دخترم. چی شد؟ کنی بگوی؟ از چشم من یگان چیز پنهان میماند. شوهرم رو فهمیده نمیتوانم ینگا جون. یکی خوب میشود یکی بد. بسیار فکر نکن. زندگی همین است. بیو خیز رفتیم با سری میز. رفتیم. دخترم طبقچه‌ات رو به من ده با تو خوراک دهم. ثروت تو گرسنه نماندی پسرم؟ چرا طبعت خیر است؟ بابای واحدم غمگینم بیبی جان. همه وقت غمگین باشم بیمار میشوم. ثروت بیا همراه بابایت رو میخندونیم. چخیل میخندونیم بیبی جان؟ میتوانیم. تو بیبیت رو حالا نمیدونی. البته میتوانیم. البته بیبی جان خدایا کسی که نفتت نمیخیزن. ایسا دخترم خیزن نمیتوانم. زود باش زود باش زود. عمر چی شد؟ با سعیده چی شد عمر؟ او را خواباریدن لازم سرما. وقت کم است. خدایا با سعیده. با اینجا درانه زودتر. انا با اینجا میخوابونیم. عمر با او چی شد؟ گفزم با او چی شد؟ او را مرگزید 12 لازم است. مرگزید؟ زودتر سرما زودتر. سعیده چشمت رو کشو سعیده خواهرکم دیدی کاری کردت رو. همین از نیشقم همین از دستاریت ها. اگر با خواهرم یکم بقیه شود و خدا قسم هیچگاه تو را نمیبخشم. سرما حاضر وقتی این گپ ها نیست. دارو گذراندن لازم. آماده ساز. خدایا سرما زودتر باش. سرما احتمال سعیدم رو نشده. من به اون نمیتوانم. تیار شد سرما. مکه باز رحمتان نهایت. سرما که گپی پدر چیست؟ داغن در کجاست؟ از سر باز نمیتابد. فکره کنی یک زنگ زده فهم. مایلا شما حاضر زنگ میزنم. تلفنی داغن خاموش است نمک. وای با کجا غیب زده باشد. استا گفتم. استا گفتم. هزار بار شکرت خداوند. به خود میآید به خود. سعیده
سرما غم نخور سرما خدا خواهد سعیده شفا می‌یابد خود رو به دست گیر التماس سرما تو غمگین نشو همش خوب میشود اپای سرما من چی گفتن رو نمیدونم فقط میدونم که اگر سعیده نباشد من هم نیستم پدرت نامدی کار خدایا چیکار کنیم سرما در اینجا بودنتون رو نمیدونم من همش رو حل میکنم فهمیدم سعیده طاقت کن جانکم سعیده همش میگذره سعیده با هارون در کجا سرما پدر در کجا بودنشون رو نمیدونم آخر چند بار گویم با من دروغ نگو در کجاین سعیده خاموش سعیده جانکم آرام شو سعیده آرام شو سعیده حاضر همش خوب میشم سعیده اگر حاضر نگویی دستم ترک کن سردید نمیدونم گفتم وای اومد سگ در کجاست التماس بس کنید پدر همه رو ناراحت میکنید از پسشون رفت همینطور نه فکرت در اونجا بیمارون هستن ممکن نیست غضب مرا نار وای سگ بچه در کجاست سعیده در کجاست گوی دخترم گفزن خیریت خوبی پدرم برد البته خسته شدند چی شد خوریه؟ چرا گریه میکنی؟ رابیه نه یک کس زنگ میزند نه میدراید میترسم که بازگان واقعه روی میدهد میگویند که خبری بد زود پهن میشود یگون چیز نشنیده ایم یعنی یگون کار نشده است هم آنها کودک نیستند که خودشون را محافظت کرده میتوانند همین خیلی لیکن آخر آنها تنهایند حمزه از پسشو خیلی خواطرم رابیه مادام که این خیلی میگویی بیا با عمر زنگ زده میپرسی میلش خدایا حاضر وقتش بود عمر بستگی زمین هم باشد میبره دکم تو جای دخترم رو میگویی نباشه در همینجا تو را گور میکنم هارون و سعید از اینجا دور هستند دمک در کجایند آنها در کجایند 4 ساعت پیش از محله برآمدند اما با کجا رفتند خدا میداند از ظلم شما گریخته خلاص یافتند دمک گوش کن بچه و تگ زمین هم در آین آنها را میابم و بعد با تو حسابم را برابر میکنم فراموش نکنین را دیگر تو را با این مخلوق نبینم راگر رفتیم دیگر رفتیم اکه عمر تمام رفتند خودی پگاه از این محله برآمدنتان لازم اینجا برایتان خطرناک شده است میبرویم لیکن چی طور اکه عمر سعیده
دفترتون چی بیبی جون؟ چی کار کنم پسرم؟ کدوی حقیقی که نیافتم خودم ساختم. بیبی جون اگر بگویم با این حالمون نخنده چی؟ تو چی بابی بیاد باوری نداری پسرم؟ پیشتر اوینه نیل گو تماشا میکردیم پسرم، ما بازی ها را تماشا کرده کلان شده. از دستی منم بعضی چیزا میآید. کنی رفتیم به خونه بابای واحدت، یک دو سه یک دو سه یک. خدا را شکر که چشمانت را گشودی سیده. حالت بهتر شد؟ یگان چیز میخواهی؟ خوبم هارون. سیده خواهرکم به خود آمدی؟ خوب هستی؟ اپا نبایی مایلش خوب. کمی آرام شو، دم گیر، خوب کن. سرما آمدنت خوب شد. هر ثانیه گذشته بر ضد ماست. شما را زودتر از اینجا برآوردن لازم. مجبور هستیم سرما. من یگان فکر میکنم زیگ نشوید. خدا خواهد همش خوب میشود. فهمو. درو پیش بین. تاقسی شما را دیدن چقدر خوب بود. از دیدارتان شدم. یا خدایا چقدر بزرگ هستی. با یک پشه جان دادی حیران نشدم، اما با یک سبزوات جان دادی. این کدو را به گپ درآوردی حیران شدم. خدایا چی ها میگوید؟ استغفرالله. یافتم. عبدالله به خدا او را ندیدم. در وی ای بیبی جونی؟ فراموش کردم پسرم، چی کار کنم اخی؟ وی ما تیاری ندیده آمدیم. سرفت رفتیم. سرفت برای چی آنها نخندیدند؟ نمیدونم. یافتم. این مراتب عمیق بابایت را میخندونیم. چه خیلی میخندونیم؟ تو هم لیکن پروا نکن پسرم. بیبیت هنر پیشه بزرگ است. پدر چی شد است به این؟ نمیدونم، گویا که مرده است پسرم. برادر با شما چی شده است؟ ما رو میشنوید؟ برادر سرد پدرم رو نزنید. برادر نزنید. سرد پدرم رو نزنید. برادر مست رو میگیری. تو هم نمیزنی. مست رو میگیری. خاموش شو. خیست از جایت. تو افشم از نظرم. تلفن داری؟ تلفن افشم از نظرم. پدر جان من ترسیدم. همش گذشته پسرم.
عمر تا اینجا فرمان مرگت رو با این خون امضا کردی. مادر جان ناکام در کجاست؟ در همینجا دخترم. حاضر می آیند. انا آمدند. صدیقه پدرم کمتر بهتر شود شما هم خودتون رو خسته نکنید. پدرم احتیاج به من ندارند. دخترم زحمت نکشید، من به این خیلی چیزها احتیاج ندارم. سلامت رفتیم. به من گوش کن. چه خیلی که میگویند تنگه سفید برای روز سیاه است. من هم فکر کردم تو تنگه داری، تو آنها رو به من دهی خوب میشود. چرا به شما دیم اکیوشین؟ چرا نمیدهی؟ ما این باری پوشمان رو نخریدیم. این باری دنیا است، فهمیدی؟ این پول هم حقی من، فهمیدی؟ حقی من. این هم نبیدی. حالا کار رو پنهان کن. نبیدی. چی میگویی تو؟ بیجون چی میگویی؟ نباشه چی؟ اینقدر خوب دانی خودت بازی کن ثروت. خدایا کار را پنهان کن، وقتش می آید زودتر. رابیه دخترم، از سیده و هارون یگان خبر هست؟ نه پدر. چی؟ خنده آور نیست مگر؟ خنده آور نیست؟ همه کارهایمون بفایده بود هاشم. دخترم گریخت، شرمنده شدیم. مگر این خیلی میشود اکا؟ این مسئله ناموس است. برای از دهان حساب نگرد گرفتن یک راه است. البته اگر اجرا کنید. چه گفتنی هستی هاشم؟ اکا اگر عمر را میکشم گفته سرمه را ترسونیم، زود شوی سیده را میگوید. انا خیلی یک سنجیده بینید. سلام علیکم. علیکم السلام. همش میگذارد اکایمزا. خدا شفا دهد. کی را شفا دهند؟ چی شده است؟ دختری خوردیتون رو با بیمارخونه خوابوندید. وقتی که از اون دو میگذاشتم اپرس تومن رو دن ازش دیدم. خدا شفا دهد. من نمیخواستم که این خیلی شود اپا. میدونم جانکم، فکر نکن. تو باید کمی دم گیری. سیده، تو رو گشته میتوانی؟ کنی یک کوشش کن. خیز جانکم، خیز. خیر مهلش، باز کمی دم گیر. اما بهتر است که هرچی زودتر از این محله برویم. شما رو با اتوبوس روان کردن نمیتوانم. از اینجا با یگان ماشین دیگر میبرویم. از استاد رامیز خواهش کردم که ماشین من رو در برآمد محله برده ماند. از اونجا با ماشین من میرویم. خیر، خدا نگهبان. اکای عمر، مرا ببخشید اکای عمر. من به داغم باور کرده شما رو دشمن حسابیدم. این خوبی هایتون رو چه خیر برمیگردونم. شما نمیشدید سعید زنده نمیموند. اکنون از برای ما شده شما رو دشمن میحسابند. اینها را بعد فکر میکنیم. آرون، تو برادر شیرخواره منی. چرا نکنم؟ کمی دم گیر. سعیده هم کمی خواب رود. بعد از 1 ساعت میبرویم. بیهوده
وقتا نگفتند سگ بچه را کلام میکنی از بندی پایت میگذد چی کار میکنند ما خبر نداریم این دفعه از دستم نمیگریزند من آمدم عمر مزه دقیقه های آخرینت را چشیدم گیر دیدی سورما ما از بلا دور شدن خواهیم هم بلا آمده به ما میچسبد از تقدیر گریخته نمی شود عمر همش خوب می شود این غیر امکان است خدایا این دفعه فهمیدن به فکرم زود یکان کار کردن لازم سورما خدایا مدد کن عمر من آنها رو به گپ میگیرم تو سعیده و هارون رو از اینجا گریزون یک طرفی سرما در اینجا بودنشان را میدانیم پدر شما چرا میدانید پدر جواب آن را میدهید سرما از همه مهمش وی عمر سگ بچه جزایش را میگیرد عمر یگان کار نکرده است که به سعیده ضرر داده باشد پدر برعکس حیات او را نجات داده است سعیده را مهر گزید پدر اگر عمر او را در وقتش نمی آورد حاضر دخترتان را به خاک می سپاریده عمر سعیده را از مرگ نجات میدهد و شما باشید او را کشتن میخواهید اگر عمر برای گریختنشان یاری نمیرساند سعیده را مار نمیگزید اکنون گناه عمر را پوشاندن میخواهد چرا ایستاده اید که در کدام اتاقم گپ زن گپ میزنی یا نه گپ زن دخترم آشیانه پایان اتاق 17 رفتیم فکرت تو اینجا ایستا در آمدن نانو بر آمدن نیه زود باشه زود آنها می آیند سرم تو بخورد هارون ایستا هارون این خیل نمی شود نباشد چیکار میکنیم اکی عمر زودتر یک طرفی ایستای روید چیکار میکنیم اکی عمر تو وقت رو نگرفته از اینجا برو اما کم تو را بیند در جایت میپراند هارون زود رفتنت لازم به سعیده به هیچ کجا نمیروم خدایا هارون بیعقلی نکن آنها می آیند رو از اینجا بعد گپ میزنیم هارون اگر مرا دوست داری رفت نمیروم سعیده اگر میرم در نزد تو در اینجا میمیرم من شما رو میفهمم لیکن با اتاق بیماران این خیل در اومدن ممکن نیست زود آنها را یافتن لازم زودتر عمر زود از اینجا بر اومدنم لازم پدرم رو داشتم نتوانستم هارون سعیده را به اینجا بیار زود زودتر سعیده در این آشیانه نیستند برو رو میبینیم رفتیم به تولد خانه میرویم زود باشید بیا زود باشید زودتر در رو شاید آهسته بیا زود باشید آهسته احتیاط شدید
شاه میگویم از دست من پنهان شده نمیتوانید. صبر کنید شما در اینجا چیکار میکنید؟ دخترم رفت خمیرات را بینه به کاری مردها همراه نشو. رو و اینجا بیمارخانه است، در اینجا این خیلی رفتار کردن ممکن نیست. یکی مستقیم برای اکا میگریسند. بیایید بیایید. همش گذشت، همش خوب میشه سیده. بیتاری لعنتی. این دوغن است، اکنون چی کار میکنیم؟ با ماشین یاری تاجیلی نی و با ماشین جنازه از اینجا میبرای. درباره خشکتر هم میسوزد سرما. ماشین رو به طرف ما میراند. از محله بر اومدن ما لازم. دیر نشده از پس ما میشم. شد سیده، همش گذشت. دوغان بیشتر بیشتر یک طرف بیشتر. دوغان با تو چی شد؟ سردی من خوبم. چه شده است؟ شاید زود به بیمارخانه بریم. نه ما خودم حال میکنیم. دوغان هم پوری خون پیشتر را با بیمارخانه بریم. تمامی خونی بدنم ریزتم. تا عمری سگ رو نکشم به هیچ کجا نمیروم. خونی بیتار را میمکم. گریختم دوغان. دیدم امک با یاری تاجیلی گریختند. زود ماشین یابه. چرا ایستاده؟ بیا آیسته. بایسته. زود باشید. بیا بایسته سیده. بیا سیده رو با پشت خوابم. بایسته زودتر. انشاءالله همش مثل خواستهتون می شود. همش خوب می شود. جونم ابا جون. اکی عمر، من از شما خیلی منت دارم. خوبی های کردهتان رو برگرداندن نمیتوانم. جانم رو نجات داده. از برای ما شده چی مشکلی های به سرتان آوردید؟ آروم، تو برادری من هستی. روید، بسیار وقت رو نگیرید. راست به سراغه گفتم روید. رفیقم به شما کمک میرسون. کلید ماشین رو گیر. این رو هم گیر. لازم میشم. گوش کن هارون. یگانه چیزی که از تو خواهش دارم، سعیده باید خواندنش را دوام دهد. وقتی که مکتب را ختم میکند خانه دار میشوید. البته اکی عمر، چه خیلی که میگویید به شما وعده میدهم. خدا یارتون باشد. خدا شما رو در پناه خیر پیسو. راهی سفید برادر. پناهتان به خدا. اکنون چی می شود عمر؟ جنگ اکنون سر می شود سرما. خدا ما را در پناهش نگه دارد. چی شد برادر؟ یگان خبری بد است؟ از این دیده خبری بدتر نمی شود. اکی علی، دردت را بگوی برادر. گویی سبک می شوی. ادوکتم
گویا از همه رفیق نزدیکم بود. پیش از آن که مرا به اینجا محکم کنند به او وکالت نامه دادم که کارهایم را دوام دهد. لیکن این خیلش از وی انتظار نبودم. اوف کاش که نمیدادم. از افتش از همه رفیق نزدیکم دشمنم بوده است. مرا به اینجا محکم کرده، زنم را به خودش مایل کرد. اکنون زنم از من جدا شده است. وکالت نامه در دست وی که بود. مسئله خرید و فروش مالها را هم حل کردن. هر دو مثل عاشق برآمده رفتند. کودکانم در بیرون چی میخورند؟ آنها را کی نگاه میکنند؟ حیرانم. اکی علی در اینجا دست و پایم بسته به فریب دوستم لعنت میخوانم. لیکن چی فایده؟ به بچه‌هایم چه کمک رسانم؟ خدا صبر دهد. آرام شو، زیق نشو. یگان علاجش رو میابیم. همش خوب میشود. زودتر وکالت نامه را امضا کن تا ادوکر هر چه زودتر کارا سر کند. چقدری که مرا سرسان کردن همان قدر آنها را عذاب میدیم. با من مثلی که با موش بازی میکنن. حالا میبینیم که موش و که گربه. پروا نکنید، حاضر آنها مثل موش از یک سراخی به سراخی دیگر میگریزند، لیکن در آخر آمده به دام ما میافتند. داغان همین موش نیوری تجلی بود. همین بله، راه را محکم کن. عمر نبرو، التماس به نزدشان نبرو. دیگر گریخته نمیشود سرما. باید روبرو گپ زنیم. وای داری لعنتی، میخوشم تو را سر پوستت را کنده کاه جا کرده در دکانم میآویزم. حتی با تو روبرو شدن رو هم نمیخواهم. سیده در کجاست گبزن؟ نگویی از دستم خلاص نمیشوی. از حد گذراندی عمر. جای سیده را گبزن، با دومی شر بازی میکنی. پدر التماس میکنم. دمتگیر با تو باید گب بزن. کنی گبزن سیده در کجاست؟ آنها از اینجا رفتند دمک، رها یافتند. هیچ وقت در کجا بودنشان را نمیفهمید. خدایا پدر شما چی کار میکنید؟ بار آخر میپرسم سیده در کجاست؟ جواب این سوال را دادم امک. بس بوده گستمک. شما را حرمت میکنم امک، لیکن مجبورم نکنید وگرنه. چی؟ چیکار میکنی؟ مرا میپرانی؟ چرا نپرانی؟ آخر تو با خیش تبار توف کردی کو؟ گوش کنید، من با کسی از خودم کلان دست نمیبردارم، ایمانم اجازت نمیدهد. اما ناحق تگی پای کردن کاری خوب نیست. کسی که ظلم میکند مقابلم، به ظالم سرخم نمیکنم. دانسته باشید که به مظلومان یاری میرسانم. برای همین به غضب نآید دمک. کمتر رحم کنید، عقلتان رو به کار برید. آخر وای فرزندتان میشود. این را بینید، دزدی زور صاحبی ما را گناهکار میکند. هارون و سیده را گریزاندی، بود به سرمون داد میزنی ها؟ با گریختنی سیده من هم زید بودم. تنها بدتر نشود گفته کمک رسانیدم. راستی از سیده دیده شما را بسیارتر طرفداری کردم. هرچی که از دستم آمد برای خوبی کار کردم. شما این را فهمیده میتوانید دمک. من محتاج طرفداری تو نیستم. اکنون خودت را خوب محافظت کن. بهترش غم خودت را خور. اکنون تو اویله خیش و تبار نداری. مرا با خودت دشمن کردی. رفتیم هیچ در راه گذاره با ماشین سوار شد.
گریختن سید بهارون خوب نبود، اما آنها دیگر چاره‌ای نداشتند. ساق و سلامت رها یافتم. به این هم شکر پدر. خدا در پناهش نگاه داشت. هارون مرا گوش نکرد، به امر دلش رفتار کرد. خدا بختشان را دهد. عمر کاری شدگی شد. اکنون از این خیل نشسته فکر کردن هیچ چیزی وز نمی شود پسرم. تو از کاری کردت باوری داشته باشی، دیگرش مهم نیست پسرم. حمزه غمگین است میدانم، ولی چرا با عقل خودش فکر نمی کند؟ آخر قلبش صاف است، لیکن عقلش دست دیگران. اکنون دعا کرده می ایستم تا که عقلش به سرش آید. گفتهایتان درست بابا، لیکن حاضر این وضعیت به من خیلی سخت می رسد. هر دوی عمک‌هایم با من دشمن شدند. میفهمید بابا؟ میفهمم پسرم، بسیار غم میخوری، اما غیر از صبر کردن دیگر چاره نداریم. صبر تند است و تیز، ولی میوه شیرین است پسرم. پدر ببخشید ناراحت کردیم، لیکن بسیار میخواستیم شما رو خندونیم. گویا شما رو میخندوندیم، لیکن نتوانستیم. زیق نشوید، همش خوب میشود پدر، همش خوب میشود. الهی کاملا دراز شود. چی شد فکرت؟ چه حیران شدی پسرم؟ یکم کاری بد شده است. وای مادر، پدرم شما را جیغ میزنه. نامش درگو. دقیقه گفتیم بازی کنیم، همین رو هم دیدن نتوانستم. فکرت پدرت چرا به اینجا نآمد؟ تا روزی که عمر در این خانه است پدرم نمی آید. کنی یک رفته فهمم چی میخواهد وای کوزه پشت رنگ. مایلش باید کلیم به نزد مادرش رفت. و تو چه شد صدیقه؟ زنی هاشم در نزد دشمنان هاشم چیکار میکند آخر؟ کنی بیاید، من به او نشان میدم. در کجا بودی؟ چیکار میکنی در آنجا؟ نزن به من. به تو چی؟ به خونه پدرم رفته بودم، فهمیدی؟ چه میشو جانکم؟ چند ساعت باز در خانه خوراک انتظارم. گرسنه ماندم زنک، گرسنه. زهره خورد، فهمیدی؟ میکشم تو را. هاشمی کوزه پوش آدم شد از اون من رو میزند. کنی زن کنی. این شب که از گرسنگی مرده نه، بعد میفهمم چه خیل میزنی. تو شوخی رو نمیفهمی صدیقه، شوخی رو نمیفهمی. چه خیل بازدادم. گلی منی، جونی منی. نه با تو خاری گلت. کنی رو یک خوراک با مزه تیار کن میخوریم. بچه ها نیستن یک با یک. شرم دارم. کنی گلی خور دارم. کسی که گل را نغز بیند بخرش طاقت میکنه. این شب به تو خوراک نیست. تو مثل پدرت آدمی خوب نشوی، در این خانه خوراک نمیشود. فهمیدی آقای هاشم؟ فهمیدی؟ ها؟ صدیقه به تو میگویم، مرا به غضب نیار، حالت بد میشود. صدیقه دخترمون گریخته رود. ما همین خیل به دهانمون آب گرفته شینه.
در محله آبرویمان دو تنگه شد. گپی دهان مردم شدیم. این خیلی نمیشود آخر. من با تو حیرانم. شکمت را جنبان. کسی که خواهد از دهانت لقمت را کشیده میگیرد. بعد از آن که با حوریه عاشق زهره گپت را گذرانده نتوانستی. بسرمان چیزی که اومده باشد همش با عیب تو. خواستگار خور رو تو مگر بسرمان آوردید. دختر رو ترسوندیم. همه وقت رو گوش کردم. انا عاقبتش. سرما کجا می روی؟ بابایم رو خبرگیری می روم. با هیچ کجا نمی روی. بعد از این نه با آمد نه با بابایت نه با عمر هرگز با نمی خودی. فهمیدی؟ پدر شد. با من بحث نکن. چیزی که گفتم همان می شود. این نگاه تو بخیر نیست هاشم. چه شد؟ مصلحت کردم راج مکه. وقتی گندگی رو بخیر مبدل گرداندن اومد. آیسته به من ده. شد از دستم همین قدر میبر. با بیمارخانه رویم گفتم روزی نشدی. به من بیمارخانه نگو. تا وقتی که اون سگ بچه رو داشته ریزن نکنم هیچ کجا نمی روم. خطا کردم. چرا تنها رفتم؟ با خودم اگر دو آدم می گرفتم 2 قدم دور رفتن نمی توانستم. تو چرا دم فرو بستی؟ بلبلی توت خورده؟ از سحر باز خاموشی. گبزن از من پنهان میکنی؟ کنی گبزن؟ یک زن است. گبزن هاشم چی بود است؟ بدی رو با خیر مبدل گرداندن؟ بی حرمتی که عمر کرده است نباید بچز و مانده که وگرنه نومی عدلی ها در دهان مردم مسخره می شود. می فهمید؟ اگر در این کار خطای من نمی شد مردهش رو با گور می گذاشتم. من اکنون مثل او جیه ندارم. تا او را از این محله دفن نکنم آرام نمی شوم. گپ همین. من همین رو گفتم یا بکه عمر اکنون به ما بیگانه شد چون که به نام عدلی ها اسناد آورد. ما هم نباید به همین چشم پوشیم. نباید. اول ببین جای خود بعد بیمان پای خود. نه من نباید این خیلی فکر کنم. هاشم اکای من است. هر قدر از دلش بدی هم گذرد اکام است. اتفاقاتی آیله من است. دوستمان در اینجا من تا ابد نمیمانم. البته نه خودم را بیهوده سیغ میکنم. نزدیک نشوید. نزدیک نشوید اما نزدیک نشوید. نه
روید از اینجا. روید از اینجا. روید. خدایا در پناهت نگهدار. شکلی که فهمیدید آقام عاشق شدم. یعنی گوسالای شیرخوری ما بوقر شده است. کلاموشو آورین در هر کوچ با تلفن. مسخره نکن آقام، حسیاتی من جدی است. ایشون را دوست می‌دارم. خدایا اکنون چی کار میکنی؟ در یک دست دو تربوز برده میتوانیم اگر؟ میشود. علی مادری باشه هایم تنها همین، لیکن باز زنی هست که دوستش میدارم. چه خدری که توانستم زندگی کردم دیگر نمیتوانم. یعنی از علیه جدا میشوم. دخترم با فکرت مناسبتتون چخیل است. حالا هم با تو بد رفتار میکنه. بد نه لیکن گپ زن دخترم. چی شد؟ هیچ چیز نشده است مادر جان. از پیشتر دیده بهتر است. شکر خدا. شکر دخترم. خدا از این هم بهتر کنه. خوش آمدی دکتر جان. عمر خوش آمدی. خوش باشید امک قربان. گذر به پیاله چای. استغفرالله امک قربان، زحمت نکشید. آدمی با سواد لایق حرمت است دکتر. راحتی ما در این خیل ناراحتی ها خوابیده است. تو گذشته در اینجا شین. چی ها میگوید امک قربان؟ شرم کردن. این هم چیزی خوب است جان. شرم کردن در مغز در ایمان است. چه شد؟ وقتی آخر شبگردی میکنی جانی امک؟ راست میگوید امک قربان. از کجا دانم؟ تاریک شود دلم تنگ می شود. انسان نمیداند چیکار کند. مثل که نفس نمیکشد. بعضن وقت گویا که می ایستد. شب گویا آخر ندارد. روز شدنش را به طاقتانه انتظار می شوم امک. یعنی تو روز را دوست می‌داری میتر؟ بله امک قربان. روز شود باز خونم می جوشد. وقتم خوش می شود. اما این شب‌ها امک قربان در حقیقت شب‌های تنهایی است. شب‌های تیره و تار است. تیره و تار. تو هم شبت را روز کن جیانم. یعنی چی خیلی؟ آخر تو دکتر هستی. بله. تو هم میدونی که در تماما طاقت شب ندارد. روزی دراز میدوی، شب باید سخت درد میکنن. دردی سر، دردی میان، دردی پا، شب انسان را دیگر خیلی میقپد. همین طور نه؟ بله انیق همین طور است. این با کار تناسب بدن تعلق دارد. روزی دراز عضوهای بدن تیز کار میکنن. دل، معده، معده سر و غضب آمده دم گرفتن میخواند. همین طور امک قربان. یا قسم عضوها به خواب میروند، بعد عضوهای دیگری بدنی بیمار درد زیاد میشود. لیکن همین دردها در روز است، اما همش کار میکند. انسان حس نمیکند. همین طور نه قربانت شما. راست میگوید امک قربان. البته راست میگویی دکتر. وگرنه شب را هم مثل روز میگذرانیم. حس نمیکنی که شب است یا روز. راستو این دیگر چیز است. یعنی به جان و به روح تعلق دارد. گوش کن دکتر. مثل که شب را شب تاریکی نمی کند، روز را هم فقط آفتاب روز نمی کند. بعضی ها روز را در تاریکی می گذرانند، بعضی ها باشند شب را در روشنی می گذرانند. بگوید شبم را چطور روشن کنم امک قربان؟ چطور؟ اول در روز راه تاریکی را باید بستن لازم. از بیشرمی، از گناه، از ناحقی دور شدن لازم. انا بعد شب شود، جمعه که روشنی را باز می کنی، روشنی می آید، روشنی دیگر. آنگاه چشم خواب رود هم دل خواب نمی رود. همه که قربان من برای بیا جانتم بیا. اومدم. یک لحظه انا بگیر. انا پولش همه که قربان. ایستا بقیه پولت را دیهم. ما بگیر، خدا برکت دهد. خب عزیزم پدر مادر سلام بگیر. یک آدم عارف چی گفته است میدانی؟
شب دراز را ستاره شناس در وقتش چی میگوید؟ بالای سخت خواب را بپوشان که شب چند ساعت است نمیداند. یعنی درازی شب را کسی که درد دارد میداند. ساعت فروشان نی؟ амаки қурбон, дарди ман аз амакҳоям. баъзан фикр мекунам ҳамааш хуб аст, аммо шаб ки шуд рӯи аслиашон намоён мешавад. یعنی هر کی در این درد گرفتار نیست، یک نفسش در دو جهان کار نیست. درمان تو در این درد پنهان است جانم. баъзан тоқат карда намешавад. аз як тараф беморҳоям, аз тарафи дигар хешу таборам. наметавонам, дилам сиёҳ мешавад. گوش کن پسرم، آنها از همه نزدیکترین آدمانی تو هستند. یگان خطایی داشته باشند برای درست کردن از آنها شروع میکنی. یک بار را درست کنی خفه میشوند. اگر کاردار نشوی همان خیلی کج میمانند. با صبر و با باوری غیرت کن. شب و روز غیرت کن که همت اولیات در رویت باشد. چه خیلی که میگویند حرکت از ما، برکتش از خدا است. سلام اکا عمر. سلام بچه ها. سلام اکا عمر. سلام. برای کار امکی عزیز. سلام امکی عثمان. سلام اکا. سلام اکا. سلام. صبح بخیر. پسرتون چیکار شد؟ تشکر زیاد. با یاری تو صحت شد. سحر به مکتب رفت. مایلش. خدا شفا بده. این کادو هم پختگی، این هاش هم پختگی. آفرین کادوی پخته من. پدر، پدر جان. جانم. چقدر شما رو پزمون شدم. از مادرم بسیار شادم. گفتنی های زیاد دارم. البته پدر، چقدر که خواهید گپ میزنیم. امروز وقت نشود، پگاه دوام میدیم. هر روز به نزدتون میآیم. پسرم، یگان خبری خوش است و پنهان میکنی؟ پنهان نمیکنم پدر. اکنون برای خودم یک صحیفه نو گشودم. همه مشکلی ها را یک طرف گذاشته از نو زندگی را شروع کردن میخواهم. آینده امان انشالله خوب میشود پدر جان. اول میخواهم شما را از اینجا برارم. بعد خواه در اینجا، خواه در دیگر جا. خدا خواهد یک زندگی خوب را آغاز میکنیم پدر. تنها درباره کارهای خوب فکر میکنیم. از افلاسی اینجا دور میشویم پدر جان. ببخشید بسیار گپ زدم. راستی به اینجا شما را گوش کردن آمدم. مرحمت پدر، گوش میکنم. تو را این خیلی خرسند دیده خیلی شاد شدم. خدا این خرسندیت را کم نکند. خدا قبول کند پدر. یا تو گفتنیه داشتم. مهم نیست. تنها یک خواب دیده بودم. با پاسبان لباسهای تازه و پول موندم. باز یگان چیز میخواهید پدر؟ تشکر. تو را به کارت گیر نمان. مایلش. خدا خواهد دیگر یگان چیزی بد به سرمان نمی آید. ببخشید شما رو سر دکتر انتظار. فهمیدم. سلام استاد. مرحمت بشین. از کاری دیروز کردت مدیریت تندرستی خبردار شده است. از شما بخشش میپرسم استاد. میدونم باید نمیکردم این کار رو، لیکن برای نجات حیات آنها مجبور شدم. من میفهمم عمر.
لیکن تو را به جوابگری میکشند. میدونید کاری کردم رو خودم نمیپسندم. با قانون رعایت نکردن این گناه است، لیکن از بین دو کاری بد همانش را انتخاب کردم که بدیش کمتر است. این خیلی کار دیگر تکرار نمیشود. با گپ‌هایت 100% باوری دارم عمر، اما کاری کرده جنایت است. شکایت نوشته شد، از من هیچ کار کردن نمیتوانم. از مدیریت تندرستیم متاسفانه نتیجه خوب نیست. تا حل شدنش تو در اینجا کار کرده نمیتوانی. بگیر. این کار را هم با آخر رسانیدیم. چی گفتی ادوکت؟ دیگر یگان کم بودی نمیشه آدم تاری؟ غم نخورید آقای هاشم، همش از روی قانون است. عالی جناب. اکنون یک چیز مانده است، چخیلی که میگوید چخیل بود وی کار کردی قند خوردی. سلام عمر. چرا چیزهایت رو جمع میکنی؟ مرا به جوابگاری میکشند. تا حل شدنش باید کار نکنم. یعنی از کار پیش کردن سرما. آخر این طور شدنش ممکن نیست. کارهای شده را میدانی سرما. باز شکایت خطی شده است. شاید خیلی زیاد است. البته میدونم، اما نباید تو رو از کار پیش کنند. شاید با یک آگاهی جواب دهند، اما این معلوم است که همه این غیر قانونی است. حالی رفته همش رو به سر دکتر میگوید. سرما بفایده است. معلوم که فرمان از بالا، نه سر دکتر و نه دیگر کس کمک کردن نمیتواند. معلوم است که این کار آنها را به غضب آورده است. به بعضی پولی خوب دادند. از دست عدلیگی ها همه کار میآید. نباشد که در این باره فکر میکرد. با زوری تنها امک هایم کارشان را حل میکنند. عمر و قلب انسان آتش افتد، یا از درون تو را می سوزاند، یا به ریشه آتش نگاه کرده این آتش نیست. این آتش به کدام راه مرا یافته است میگویی. دو راه است، لیکن خطاگی زیاد. یک دوست، یک آدمی نزدیک است و به او باور میکنی. بعد خود ایز ماندن مگر بعضی آسان با هر خیل چیزا ایزشان را مانده میتوانند و مانندی بود نبود هیچ چیز است. جان می سوزد، قلب پایمال می شود. دنیا دنیای دو روزه است. یگان حیله، زاری، جنجال فایده ندارد. حیف که قصه کوتاه انسان در این دو کلمه است و انسان خطا کرد. که چی کاری که میخواهد کردن گیرد، یک نفر البته میشنود، میبیند. از همه مهمش او را فراموش نکردن است. خدا آنها را فراموش نمی کند، تنها نمی گذارد. چیکار میکنید؟ شما کیستید؟ ما در اینجا وظیفه همون رو اجرا میکنیم برادر.
бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву иdoраву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. шумо инҳоро ба куҷо мебаред? кани ба ҷояш гузоред. роҳат мон одамҳоро байтор. яъне собиқ байтор гӯям дурусттар мешавад ба фикрам. инҳоро то овардид оған. кани даф шав аз хонаи ман не ҳамин гапҳоро гуфтанӣ будам. даф шавед аз инҷо, даф шавед. аммо гуфтани ту хеле безеб шуд. назебид. ба ман гӯш кун тоған. тоқати гӯш кардани гапҳои бемаъниятро надорам. ба онҳо бигӯ ки ҳама чизро ба ҷояш гузоранд. дод назан. ин хона акнун аз ту нест. фаҳмидӣ? на хона ва на чизу чорааш. ҳамааш акнун аз ман аст. акнун ту даф шав аз инҷо. даф шав. қаҳрамро набиёр доған. набошад медонӣ чӣ кор мекунам. кани даф шав аз инҷо. даф шав аз хонаи ман. собиқ байтор фаҳмидан намехоҳад ки ин хона акнун аз ман аст. амакҷон, аз ман. ҳайронам ки чӣ хел фаҳмонам. чӣ мехоҳед амак? ҳама ин чӣ маънӣ дорад? молҳои адалиҳо акнун аз адалиҳост. умар қабул кунӣ хуб мешавад. дар дастам ваколатномаи алӣ. ин хона, ҳамаи дуконҳоятон, тамоми молу мулкатон аз ман аст. ҷиян, ман бошам ҳамаи инро ба ҷиянам доғам мебахшам. шумо ин корро карда наметавонед. чаро наметавонем? метавонем. ту кайҳо боз инро ҳақ кардӣ. амак, ту дигар амак надорӣ. пеш аз он ки аз мо рӯй мегардонӣ, бояд нағзакак фикр мекардӣ. туро огоҳ карда будем, лекин ту гӯш накардӣ. дар ёд дошта бош, то туро аз ин маҳалла нест накунам, ором намешавам. ҳатто номатро дар инҷо фаромӯш мекунам. фаҳмо? ана ҳамин тавр. акнун аз инҷо даф шав.